دوستان گرامی، یکی از پیشنهادات ما کسایی که در رستاخیز هستیم است که به مردم آزار و اذیت قطعا صورت نمیگیره. از طرف کسایی که در این اعتراض وجود دارن در کنار از این بوتلای آب از خیابان جمع میکنیم و با مردم همکاری میکنیم، بدون آزار و اذیت ما به خیابان میریم. پیامتون چیز به مردم برادر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیام ما با مردم است، ما به خاطر صدای مردم بلند شدیم. ما میخوایم حق، عدالت، آزادی و امنیت. دیگه خواست ما از مردم همی است که هر آن چیزی که میخوان از دولت رستاخیز در خدمتشان است. ما صدای مردم به دولت مردم میرسونیم. بس سلام علیکم. تشکر. شما همین لحظه کاروان هزار موتری متعرضین در خیابان میبینین که تعدادش به هزار هم بیشتر میرسه. هنوز نیروهای که قرار است با ما بپیوندن در مسیر راه هستند. یک جمع مردم از طرف شمالی بزرگ، از طرف پنجشیر، از طرف پروان در حال حرکت هستند. هنوز موترها نرسیدن. امروز کاروان رستاخیز و تغییر یک بار دیگر در خیابان است و برای مردم افغانستان دادخواهی میکنم. خواستا کاملا مشخص است. همین که شما شاهد هستین که در این اواخر ائتلاف‌های بزرگ کلان مردمی در افغانستان شکل گرفته و این همه به خاطر نارضایتی مردم است از حکومت. اگر حکومت خوب کار میکرد ما چرا در سرک، در جاده یا در خیابان می بودیم؟ متاسفانه حکومت کارش خوب انجام نداده و شما شاهد هستین که انفجار و انتحار یک وضعیت کاملا غیر انسانی را در کابل به بار آورده و از مردم افغانستان قربانی گرفته. شما که حتی اگر از سال 2005 به این طرف آمار تلفات در انفجار انتحار در کابل بررسی بکنین، بیشتر از 1 میلیون انسان در کابل در انفجار انتحار مرده که متاسفانه این نشان میده که وضعیت کاملا وخیم. استاد نوری، پیامت به مردم افغانستان چی است؟ ما رستاخیز برپا میکنیم برای اصلاحات و تغییر. لازم است که این اصلاحات در جامعه ما بیاید تا آینده های ما حفظ شود. فرمانده خود چی گفتنی داری؟ ما برای ملتی که تغییر میخواهد، ملتی که سرنوشت خود میخواهد با دست خود بگیره، بیا کناری رستاخیزی استاد شود، با پای استاد شود تا بیشینیم تا ظلم بالا شما بیشتر. تشکر. یگانه خاص متعرضین امروزی است که قطعا در سرکا تا زمانی که مشخص شده آرند نمیکنن. فقط در محلی که مشخص شده دوستا میرن اونجا آرند میزنن. فقط این آرند به خاطر تغییر است، به خاطر مزاحمت است که دولت و مردم ایجاد کرده. شما صف طولانی ما را تعقیب دارین، میبینین که حدود 1000 موتر در خیابان در کنار ما هستن و باز هم تاکید میکنم که حلقه تصمیم گیری یا جریان رستاخیز پیامش همین بوده که در خیابان اگر بوتل می باشه، پلاستیک می باشه، در جای مزاحمت می باشه با مردم همکاری بکنن و این جریان به یک جریان کلان مردمی تبدیل بکنن. شما همین لحظه امو کاروان موترهای بزرگ ما را میبینین که در حال حرکت هستن و پیش میرن و این نشان میده که هر روز جنبش در حال گسترش پیدا کردن است تا خواستهای انسانیشان. تشکر.